شاید باورتون نشه ولی این گوشی 6 سال پیش تولید شد. عجیب ترین گوشی های تاریخ قسمت 5. سال 2019 شیائومی همه رو غافلگیر کرد با معرفی یه گوشی که بیشتر شبیه فیلم های علمی تخیلی بود تا موبایل. اسم این گوشی میمیکس آلفا بود. توی این گوشی دیگه خبری از طراحی معمولی نبود. تقریبا کل بدنه نمایشگر شده بود، جلو، بغل و حتی پشت. و جذابتر این که شیائومی برای اولین بار توی دنیا سنسور 108 مگاپیکسلی رو روی این گوشی گذاشت. کنارش هم یه لنز تلفوتو 12 مگاپیکسلی و یه فوق عریض 20 مگاپیکسلی، یعنی از نظر دوربین رقبا رو 3-0 میزد. زیر کاپوت این گوشی هم یه اسنپ دراگون 855 پلاس با رم 12 گیگابایت و حافظه 512 بود. اما این پروژه یه مشکل بسیار بزرگ بود. هزینه ساخت به قدری بالا بود که عملاً تولید انبوه رو غیر ممکن کرده بود. به همین خاطر میمیکس آلفا هیچ وقت وارد مارکت نشد. به نظرت اگه این گوشی وارد بازار میشد میتونست موفق بشه؟ منتظر قسمت بعدی باش. قربون CPU